علیکم هموطنان عزیز. دیروز تا امروز یک نواری را دیدیم که بسیار انسان در هیجان و در حیرت می اندازه و از این کم می شود انسان. او چی است؟ یک انسان در شهر خاروق به نام گلبدین کدام جنایتکاری بوده است که در روزس بوده است، در کفتکو قرار داشته است. ارگان ها میخواستند او را بیاوند موافق جنایتش، موافق قانونی که برای کفتکو او را سفربر کرده است همون را تحقیق کنند. میروند به کجایی که او وجود داشته است در همانجا برای تحقیق کردن و پیدا کردن او، برای بررسی کردن کارش. و پیستولت داشته است، پیستولت داشته است، تیر میکشاید. برای همه ارگان ها یعنی قانون قطعی عمل کرده. کسی که با مقابلیت ارگان و با مقابلیت قانون میبراید باید او را در جوش بشنانند. خیلی چخیلی شده است که او را زدن و از دنیا چشم پوشیده است. برای همه بعضی انسان ها بیقرار شدن و جسدی همون گلبدین گرفته و پیش بینای حکومت و دیگه کارها کرده ایستادن. من را به نظر دیدم ای دینه تا امروز. در حقیقت این بسیار دهشت آور است. یعنی مردم شریف بدخشان، شما مردمی هستین که من خطی شما کار کردم، خطی شما شیشت خیز کردم. همسایه ها من بودن در کلاب و مومن آباد چندین مردم بدخشان از جمله خیال و دیگه بسیار مردمی با فرهنگ، مردمی با سواد، مردمی با ناموس، مردمی با عقل. ما از سیاست های آنها، پدرم از سیاست های آنها بسیار خرسند بود و برخوردار میشیدیم و استفاده میکردیم. برای همه شما فریفته گپ هر دسیسگر، فریفته هر یعنی چی بگیم پریستوبنیک، جنایتکار هیچ وقت نشوید. هیچ وقت ای خفای پریستوبنیک و جنایتکار شما نروید. هیچ وقت پدرت باشه، فرزندت باشه، اکت باشه، پریستوبنیکه، جنایتکاره هیچ وقت طرفداری نکن. من به عرض نصیحت شما را نیستم محترم شهروندان بدخشان، همه تان من میشناسم. استازم دارم در اوجا، شاگردم دارم در اوجا. نیکی من از شما یک التماس میکنم که هر قانونی را که امروز حکومت کنستیتوسیونی پیشنهاد میکند همش به منفعت انسان است، به منفعت شما است، به منفعت ما است. خیر الناس من ینفع الناس. بهترین انسان در روی دنیا کی است؟ پیغمبر خدا میگه کسی که فایدهش به مردم میرسد. برای همه قرآن کریم هم در سوره بقره برای ما و شما میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. ای مومن ها، شما قطع نظر بدخشانی هستی، زرفشانی هستی، کلابی و خوجندی هستی، هممان الحمدلله ختلانی هستیم، کسی هستیم مومن هستیم، برادر یکدیگریم. انما المؤمنون اخوه میگه. برای همه ادخلوا فی السلم کافة، همتان در صلح و صلاح و تنجی باشین. شما برادر یکدیگر باشین، صلح و صلاح و تنجی را پیشه کنین، طرفدار صلح و صلاح باشین. من به شما میگویم که خیلی دنیا را من گشتم، کسی امی کار دهشت وحشت طرفداری میکند، اغوا جنجال به مقابل حکومت یگان کار کردن اگر تشکیل کرده است و میکند پشیمان است. دیگه پشیمانی سود ندارد. الماضی لا یذکر، دیگه گذشته را ذکر کرده و دیگه بیفایده های، دیگه او را حسوس خورده نمیشود. برای همه شما ما احترامانه التماس میکنم که با صلح و صلاح و با تنجی باشین، با قانون های حکومت باشیم. حکومت امروز ما و شما را طرفداری میکنه، به منفعت ما یگانه حکومت است و نه او اغواگرها، نه او پیمان ملی، نه او مثلا دیگهش. برای همه ضرر میکنیم. هیچ وقت به ضرر نروید، به فایده بروید. رحمت، تشکر به شما. انا سخنای ما همش از روی قانون، از روی قرآن، از روی حدیث های پیغمبر بود و با اگر در کار شود دوام میتیم. ما با شما هستیم، شما با ما. رحمت به دقتتون.